نزدیکان و دوستان رستم امامعلی در طربخانه آکی دوشنبه زنازنی کردند. در فصل سرما شکایت ساکنان تاجیکستان از نبودن برق دائمی و ادامه یافتن لیمیت برق بیشتر شده است. FSB روسیه فیروز دادابایف زاده تاجیکستان را در خیانت به وطن متهم کرد. سفر زلنسکی به امریکا و دسته بزرگی کمک واشنگتن به کیف. بر اثر مناقشه در طربخانه آکی دوشنبه در نزدیکی فرودگاه بین المللی دست کم 8 نفر جراحت برداشتند. مناقشه شب 16 دکبر میان ظریف صاحبوف دیرکتور کارخانه طلای تاجیک، خویشاوند شمس‌الله صاحبوف، داماد رئیس جمهوری تاجیکستان و یزنه رستم امامعلی و همچنین نوروز عبداللهیف پسر سردار فرودگاه بین المللی دوشنبه اسمت الله عبدالله زاده رخ داده است. بیش از 10 نفر از هر دو جانب در این مناقشه شرکت داشته 8 نفر با زخم‌های سبک فرار کرده اند. به اطلاع رادیوی آزادی این حادثه به خاطر یک دختری آوازخوان تاجیک رخ داده است. سبب آن بوده است که دختری آوازخوان از میزی که عبداللهیف و دوستانش نشسته بودند برخاسته رفته به میز صاحبوف نشسته است. مقامات تاجیکستان درباره این حادثه اطلاع نشر نکرده اند. منبع خبر می نویسد در حال حاضر دسترسی نظری جانبها و معلومات رسمی نیز امکان ندارد. گفته می شود وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این حادثه را نه تصدیق و نه رد کرده است. کارمندان طربخانه اقرار شدند که در حقیقت 16 دکبر میان مهمانان مناقشه رخ داده است. مورد به ذکر است نوروز عبداللهیف همان است که روز 20 دکبر در مراسم افتتاح کارخانه قالین دوشنبه همچون صاحب کارخانه در کنار رئیس جمهور امامعلی رحمان و پسرش سیر و گشت داشت. در فصل سرما شکایت ساکنان تاجیکستان از نبودن برق دائمی و ادامه یافتن لیمیت برق بیشتر شده است. به اطلاع خبرگزاری پرس تیجی ساکنان ولایت سوغد از نبودن برق شکایت کرده گفتند که روز و شب‌های فصل سرد زمستان را با مشکلی کمبودی برق سپری می کنند. هم روز و هم شب برق خانه هایشان قطع کرده می شود. در ناحیه سپتامین ولایت سوغد شبانه از ساعت 22 تا 5 صبح و روزانه از ساعت 9 تا ساعت 15 انتقال برق را قطع می کرده اند. مشکل قطع برق رسانی 2 ماه قبل از آغاز فصل زمستان در شهر و نواحی عمدتاً کوهستان سوغد شروع شده بود. آن زمان مسئولان اداره برق آن را به تعمیر خطهای بلند شدت و زیرستگاه‌های برقی ربط داده می‌گفتند که این همه برای در فصل سرما به مشکل با برق دائمی تامین نمودن اهالی کشور میباشد. اما این در حالی است که اکثر ساکنان نواحی کشور از محدودیت برق رسانی شکایت می‌کنند. درباره سبب قطع برق رسانی هیچ کس هیچ چیز شرح نمی‌دهد. از سبب نبودن برق و سردی ساکنان خانه ها را با تپک و انگشت و هیزم گرم کرده در عصر 21 از روشنی شمع استفاده میبرند. به گفته یک مسئول اداره برق رسانی شهر استرافشان سبب قطع کردن برق در آن بوده است که در فصل زمستان طلبات به استفاده برق زیاد شده. این حالت احتمال سبب رخ دادن صدمه و سوختار در خطهای برقی را به وجود می آورد، زیرا نه همه زیرستگاه ها توان بیشتر دارند. از این لحاظ برای دم دادن کار آنها طبق رژه موقتا انتقال برق قطع کرده می شده است. مفتشان FSB روسیه فیروز دادابایف زاده تاجیکستان که شهروندی روسیه را داشته است در خیانت به وطن متهم کردند. به گزارش خبرگزاری تاس با استناد به مقامات انتظامی فیروز دادابایف در بازداشتگاه موقتی لیفورتوو قرار دارد. جزئیات پرونده جنایی که تا حال در مواد آن تنها دادابایف موجود است افشا نشده است. دفتر مطبوعاتی دادگاه لیفورتوو مسکو روز چهارشنبه به خبرگزاری تاس اطلاع درباره بازداشتی دادابایف را تایید کرده مشخص کرده که مهلت حبس او 2 ماه دیگر تمدید شده است. با حلنامه سود نهایی لیفورتوو شهر مسکو از 20 دکبر سال 2022 حبس دادابایف فیروز تیموربایویچ با اتهام خیانت به وطن همچون چاره پیشگیری به 2 ماه دیگر یعنی تا 26 فوریه سال 2023 تمدید کرده شده است. گفته می شود باقی مانده معلومات درباره دادابایف سری تفتیشات است.
ولادیمیر زلنسکی президенти اوکراین ضمن سفر رسمیش به ایالات متحده آمریکا با президент آمریکا جو بایدن روز 21 دکبر در واشنگتن ملاقات کرد. در این باره خود زلنسکی پس از رسیدن به واشنگتن با نشر پیامی در صفحه اینستاگرامی خود خبر داده گفت: من امروز در واشنگتن هستم تا از مردم آمریکا، پرزیدنت و کنگره برای حمایت بسیار مهمشان و ادامه همکاری برای سرعت بخشیدن پیروزی تشکر کنم. بنا به اطلاع خبرهای رسانه‌ای شده درباره سفر زلنسکی، آمریکا آمادگی خود به ادامه کمک‌های نظامی، مالی و بشردوستانه ایالات متحده آمریکا به اوکراین تاکید کرده است. گفتنی است این اولین سفر خارجی ولادیمیر زلنسکی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین می باشد. حکومت آمریکا روز چهارشنبه 21 دکبر همزمان با سفر زلنسکی به واشنگتن اعلان کرد که یک بسته نظامی دیگر به ارزش 1 میلیارد و 850 میلیون دلار به اوکراین خواهد داد که سیستم دفاعی ضد موشکی پاتریوت نیز شامل آن می شود. قرار است ولادیمیر زلنسکی در آستانه رایدهی وکیلان آمریکایی برای یک بسته مالی 45 میلیارد دلاری از جمله کمک اضطراری به اوکراین در کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی کند.